اولی ماه январ меҳмонхона ва анбори захираҳои зимистонаи ҳавлии Зайниддин Сайдуллоев оташ гирифта ва дасти кам 25 000 сомонӣ хисорот овардааст. ва мегӯяд ҳарчанд кормандони сӯхторхомӯшкунӣ фаъолона кор карданд, вале ба сабаби камии об натавонистанд зуд оташро хомӯш кунанд ва алангаи он ба хонаводааш зарари калон овард. 15 бригада дута ҳавз дорад. Агар ман мехостам ки ҳамҷанд агар об мебуд то ҳамин дараҷа ҳамин манба зиён зарар намешуд. ҳамин خیالی من همین حوزند آب نیست 5 سال 10 سال آخر حوز وای شده خورد است چه میگد نوشاهای هم شده خور رفته است من میخواستم که همین آب تعمیر باشد و خلق هم چه میگد استفاده برد. در محله چارسویکی جماعت غازیان ناحیه باوجان غفورов بیش از 2000 خانواده زندگی میکنند ولی میگویند در حالتهای ضروری و قطع آب جویبار و قبورها جای ذخیره آب را ندارند. این هم در حالی که تا زمان خصوصی شدن خواجگی های دهقانی وضع دیگرگون بود. همه حوض محله بود. همه من گدو اطراف اون طرف حوض داده بایکو حالی هم هایکو اون طرف همجا آب میخوردن من این طرف همه حوض آب میخورد اونجا ودا پروادو این خیلی کن نبود همجا ما هم سیف غیره آب میبودم همه حال ماها همه پاییننده آب کشکدی استقامت کنندگان محله ادعا دارند که 10-15 سال باز از سردار خواجگی دهقانی دهه پایان تقاضا میکنند که تا حوض را با آب پر کند ولی از آن سو عکسی صدایی را نمیبینند. حالا مجبور شدند که با نامه دست جمعی به حاکمیت محلی و دادستانی مراجعت کنند. در عریضه حدود 50 نفر امضا گذاشتند. همینجا ما مثال همه حلق کرده همون یک تا زغالین نیسته همین خود یک حوض همینجا آواتی شود گفته ما همه ما خون صبح وایبا برامدیم ده صبح همون وایبا رئیسی نوعی وایبا برامدیم همه میگفته که همینجا خیلی آواز شود خود برای حلقه وی خودمون. ولی سردار خواجگی دهقانی میگوید در این مسئله هیچگاه بی‌طرف نبود و حالا از ساکنان خواسته است که تا بهار انتظار شوند. با این جماعت واخوردیم اون کسا باور کنندیم که همین حوزه بعد از کمی هوا گرم شدن ساخته و استفاده تیم. در همین حال ساکنان میگویند چنین وعده را بارها گرفتند ولی هیچ عملی نشده است. همکنون میخواهند خودشان دست به کار شوند. رئیس جماعت غازیان هم میگوید از بحث آگاه است ولی در بین مسائل حقوقی جای دارد که حالا از سوی حقوق شناسان بررسی شده ایستاده است. Yani muhalle yuh nefsi olsun mesela da iyi olsun ki bokulun bekliyor. Yani bu çıkıyor. Sağdır olacak bir şey ki olacak muhalle kuna tutudan her vakit onda bir şey inanıyor ki muhalle muhabbeti gibi görünüyor. Vaydır sertifikat bu işte. جانب‌های بحث میگویند در صورتی به موافقه استفاده رسیدن میتوانند حدود 30 کوب آب را در حوض ذخیره کنند و این مشکلی ساکنان تا اندازه حل خود را پیدا مینماید. مشکلی دسترسی به آب در دهات تنها خاص جماعت غازیان نیست. ساکنان چند دهه و شهرهای دیگر تاجیکستان نیز از این مشکل شکایت دارند و مقامات همواره میگویند که مسئله را زینه به زینه حل میکنند. معلوم نیست که چنین حل تدریجی چقدر دوام خواهد کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باوجان غفورov.